استادان گرامی سلام. در ویدیوی قبلی دیدید که چگونه با استفاده از مواد تقسیم اعداد دو رقمی بر اعداد دو رقمی را برای دانش آموزان تشریح نماییم و اینک در این ویدیو میخواهم نحو محاسبه آن را تشریح نمایم. بنابراین میریم طرف اجرای مثال ها. مثال اول، عدد 69 را بر عدد 23 تقسیم نمایید. حل: 69 تقسیم بر 23. میبینیم که اعداد مقسوم و مقسوم علیه هر دو اعداد دو رقمی هستند و برای اینکه بدانیم چه اعداد را میتوانیم در خارج قسمت بنویسیم، در ابتدا رقم یک های مقسوم علیه و رقم یک های مقسوم را پنهان میکنیم و اکنون میبینیم که در عدد 6 چند تا دو وجود دارد. پس برای این کار می نویسیم 1 ضرب 2 مساوی به 2، 2 ضرب 2 مساوی به 4، 3 ضرب 2 مساوی به 6. میبینیم که در عدد 6 3 تا دو وجود دارد. پس 3 را در خارج قسمت می نویسیم و دوباره رقم یک های مقسوم و مقسوم علیه را ظاهر می سازیم و 3 را در مقسوم علیه ضرب میکنیم. 3 ضرب 3 9، 3 ضرب 2 6. تفریق میکنیم. از 9 که 9 را کم کنیم 0، از 6 که 6 کم کنیم 0. حاصل تقسیم 3 و باقی مانده 0 است. مثال دوم، عدد 38 را بر عدد 12 تقسیم نمایید. حل: 38 تقسیم بر 12. باز هم میبینیم که اعداد مقسوم و مقسوم علیه هر دو اعداد دو رقمی است و برای این که بدانیم چه عدد را میتونیم در خارج قسمت بنویسیم، در ابتدا رقم یک های مقسوم علیه و رقم یک های مقسوم را پنهان میکنیم و حال میبینیم که در 3 چند تا یک وجود دارد. پس برای این کار می نویسیم 1 ضرب 1 مساوی به 1، 2 ضرب 1 مساوی به 2، 3 تا 1 یعنی 3 ضرب 1 مساوی به 3. پس در 3 تا 1 وجود دارد. پس 3 را در خارج قسمت می نویسیم و دوباره رقم یک های مقسوم علیه و رقم یک های مقسوم را ظاهر می سازیم و 3 را در مقسوم علیه ضرب می کنیم. 3 ضرب 2 6، 3 ضرب 1 3. تفریق میکنیم. از 8 که 6 کم کنیم 2، 3 که 3 را کم کنیم 0. حاصل تقسیم 3 و باقی مانده 2 است. مثال سوم، عدد 79 را بر عدد 13 تقسیم نمایید. حل: 79 تقسیم بر 13. باز هم میبینیم که مقسوم و مقسوم علیه هر دو اعداد دو رقمی هستند و برای اینکه بدانیم چه اعدادی را باید در خارج قسمت بنویسیم، در ابتدا باز هم رقم یک های مقسوم و رقم یک های مقسوم علیه را پنهان میکنیم و حال میبینیم که در عدد 7 چند تا یک وجود دارد. پس برای این کار مینویسیم طوری که در عمل ضرب خوانده بودیم که هر عدد ضرب 1 مساوی به خودش. پس 7 ضرب 1 نیز مساوی به 7 است. پس 7 را امتحان میکنیم. دوباره رقم یک های مقسوم علیه را ظاهر میسازیم و 7 را در 13 ضرب میکنیم که آیا درست است جواب یا نه. 7 3 21 2 حاصل 1 7 7 جمع 2 9 91. میبینیم که 91 بزرگتر از عدد 79 است. پس یک عدد کمتر میگیریم. 6 ضرب 13 مساوی میشود 6 3 18 1 حاصل 6 ضرب 1 6 جمع 1 7 78. میبینیم 78 کمتر از 79 است. پس 6 تا 13 ما میشه 78 و 6 را در خارج قسمت می نویسیم. 6 ضرب 3 18 1 حاصل 6 ضرب 1 6 جمع 1
7 78. حالا تفریق میکنیم، از 9 که 8 کم کنیم 1 باقی، حاصل تقسیم 6 و باقی مونده 1 است.